بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز و گرامی، در مورد سؤال شما که وقتی که سنت خوانده باشی که قامت گفتن، آیا سنت دوام میتی یا اینکه مقصد سنت میبری ترک میکنی، از نماز سنت میبروی در فرض خوش میشه. اکا اینجا من نمیدونم که منظور شما کدام سنت است، سنت بامداد است یا اینکه سنت پیشین است. اگر منظورتون دو رکعت سنت بامداد باشه، اصلا در نماز بامداد از سنت شده در خانه خواندن سنت است. همین نماز بامداد که وقتی مسجد میروی، سنت همین است که سنت در خانه خوانده شود، در اولی وقت خوانده شود. بعدا در راه تو مسجد رفتن و تو فرض ادا کردن لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین گفته مشغول شدن است. و دیگر اینکه بین سنت و فرض با سخن دنیایی و کلام دنیایی سخن نکردن است. در این یک سنت نماز بامداد 4 تا سنت است. خب رفت شما همین سنت نماز بامداد در خانه نخواندین با یگان سبب از این سنت فضیلتش فیضش مقصد شما در خانه خواندن شده که سنت بود، از این سنت محروم موندین، رفتین در مسجد خوانده استه بودین، مثال نو تحریمه بستین الهام سر کردین که قامت گفتن. البته که شما رفتین اگر در مسجد خواندن شدین، البته در یک کجی میخونین که مردم در غم نتین و پیشتون نگذره. در یک برج مسجد میخوندین که الهام سر کردین که قامت گفت، یا اینکه یک رکعت خوندین که قامت گفتن. در این سنت، در این صورت معذرت، در این صورت شما سنت نمیبرین، یعنی از نماز سنت نمیبروین، سنت تا آخرش ادا کرده بعد برآمده در فرض اقتدا میکنین. خب اگر منظور تو نماز سنت پیشین باشد، در نماز پیشین سنت شده والله اعلم حضرت ابن همام باشد، والله اعلم کدام فتوایی ده میگه که اگر سنت پیشین انسان در مسجد نو یک رکعت شروع کرده بود، نو یک رکعت خوند، یا اینکه نو شروع کرد مثلا حالی مثلا 2 رکعت نخوند است، یک رکعت خوند یا اینکه یک رکعت نخوند است که قامت گفتن، میگه همین را در حال 2 رکعت میخونه و سلام میده برآمده در فرض اقتدا میکنه. اگر یک رکعت نخونده باشه یا یک رکعت خونده باشه، یک تای دیگه زم میکنه میبره فرض ده اقتدا میکنه. بعد از او سنت چه با پرگی میخونه، چون که این 2 رکعت در سنتش حساب نمیشه و یک نماز نافله برای این آدم ثواب میرسه. و اگر میگه 2 رکعت خواندگی باشه، چی 2 رکعت خواندگی باشه، دویم رکعت خوندی خستی، سوم رکعت شروع کردی که مثلا قامت گفتن، در این صورت مثلا یا 3 رکعت خونده باشی، میگه 4 رکعت پر کردن میخونی بعد میره اقتدا میکنی، یعنی فقط در یکم رکعت خونده باشی میتونی ای نماز سنتت ببروی. اگر ای رکعت زیاد خونده باشی، 2 رکعت خونده باشی یا 3 رکعت خونده باشی، با پرگی سنت میخونی بعد برآمده در فرض اقتدا میکنی برای ثواب جماعت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.